الان نفری دیگر نمورده. راه گردید جناب عبدالله. طاهر ایستو نمیاد. ایستو میگم طاهر ایستو. طاهر ایستو. او را دستگیر کنه. نرم طاهر. ایستو طاهر. یک طرف ایسته یک طرف. گریز میگویم. رو میکشم. این طرف ایستید. این طرف. شما خوب هستید؟ همه که همید. خوبم. کمی دغلی کردم از من نرنج. مهم نیست. کنی زود مقصدت را بگوی. کاری مواد مخدر منطقه را تو اداره میکنی عبدالله. سرخ همین طور میخواهد. به فکرم حسم خوب میشود. خواطر نشو. در این باره تنقیصی نمیکشی. تو کارت را کن. مگر آن کار از دستمان میگریزد؟ تو خواطر نشو. سربازان ما در سر کارند. عملیات نخستین را امروز میگذرانی. یک گروه کلان مال امروز از سرحد میگذرد. در وادی ماران به تشکیلات میسپارند. تو آن مالها را میگیری. فکر کن که حل است. اکنون موردی نبود در تمام عملیات ها اشتراک کند. بعد دیدن این حادثه ها البته اشتراک میکند. بیا رفتیم عبدالله. بازی سر شد. تکبیر! الله اکبر! تکبیر! الله اکبر! حضرت سید را سردید! ما را گیر! داد دادنه. الله اکبر! الله اکبر! او گریخ داشتن تاوریستیم. ابله های نابکار. راه گردید. اینها چه خیلی انسانند. بیا دختر. سیدو را انتظار نکنیم. رفتیم. میرویم آقای دکتر. راه گردید. میرویم. حضرت سیدا در درون است؟ بله. آقای جبار وای رای خیلی بود است. مایلش من خبر میدهم. 15 ویلا گفتی همین طور نه؟ شماره اشون همین است. خدا را شکر. آمدم. باز حضرتم بعد از واقعه های دیروزه باز 15 عائله دیگر به شما بیعت کردن میخواهند.
السلام علیکم. خدا نگهبانتان. و علیکم بر سلام آقای دکتر. تشکر. احوالمان را دیدی؟ کاری کرده ای؟ دولت را خودت دیدی؟ آخر چون این ظلم باز در کجاست؟ کدام دولت این طور ظلم میکند؟ گوش کنید. بچه‌تین نگاه کرده دولت چنین است گفتن نمیتوانیم. آخر به نزد ما آمدی، کمک خواستی، به ما پناه بردی، ما هم به تو کمک کردیم. دهات را از بدینان نجات داده در حمایه امان گرفتیم. لیکن تو چی کار کردی دکتر؟ ما را زیر پا کرده گذشتی. گوش کن دکتر، این را خوب در یاد دار. بدینان کسانی در کوه بوده نیستند. دولتی که به او تکیه میکنی پدر بدینان است. ما باشیم به مقابل آنها می جنگیم. یعنی خلاصه گپ تو به یکی از قماندان بدین کمک کرده او را پناه میکنی آقای دکتر. بله، شما به ما کمک کردید، اما قماندان بیگناه است. از طرف تشکیلات او را کشتن میخواستند. مجبور شدیم که او را پنهان کنیم. دکتر، اگر این دلسوزیت نمیشد بر رویت نگاه نمیکردم، لیکن دلت صاف است. این دفعه هم گناهت را میبخشیم، اما تنها همین دفعه. اگر بار دیگر از گپمان برایی، همه برای خودش می رود. فهمیدی؟ من از راهی که اون را راست میدونم نبرآمدم. تا وقتی که به راست بودنش باوری دارم نمیبرایم. این طور باشد حمایه کردن قماندان دولت بدین را دوام ده. دولت بدین نیست. در همه جا آدمان خوب و بد هستند. با چشمان خودم نفرانی را دیدم که از نام دولت استفاده کرده مردم را اذیت میدهند. اما یوز قماندان مثل آنها نیست. به من باور کنید، او انسانی نیک و درست است. من به این خودم شاهد بودم. مادام این طور میگویی، رفته این را به بیچاره‌ای که در ختنه‌جویی فرزندانشان کشته شدند نقل کن. او مرده رفت، لیکن فرزندان یتیم و همسرش را کی نگاه و بین میکند؟ باز هم میگویی که دولت چنین نیست. ما با چشمان خودمان دیدیم دکتر. انشالله تو هم میبینی. دکتر در دهن است همین طور. این چیتین هم به ما فایده کرد. گویا از تشکیلات باشد. فهمیدن یلدوز خوب نشد. هیچ گم نه باتن قماندان. بین هم کار می شود. این کار بینه دستی که در جای بیکی است معلوم نیست. او هم عادت می کند.
عادت میکند. کنی رفتیم، راه گردید، میرویم. التماس مرا سر دهید از اینجا برارید. اکا قربانت شوم نمون. خدایا او رو در پناهت نگاه دار. تو رو در دست آنها نمیگذارم. مادرم نمی آید؟ نه، بالای سر قماندان دعا می خوند. و اسألک باسمائک یا ممین یا مهیمن یا ملقین یا مبین یا محوی یا مزین یا معوین یا زودتر. زود باشید. اکم رو به آنها نمیگذارم. ای خدا، دیر کردم. طاهر، در کجای طاهر؟ یک چیزی دیگر دکتر. اما نمیدانم گویم یا اینکه نگویم. میتوانید گپ زنید. یک خبر گرفتیم. تشکیلات از وادی ماران مواد مخدر میگذرانیده است. هجوم کرده مواد مخدر را از آن بدینان میگیریم و تشکیلات درس خوب میدهیم. آن زقم را نیست میکنیم انشاءالله. در این کار خیر تو هم با ما میروی. البته برای به شما کمک کردن آمدم. خدا از تو راضی باشد دکتر.
این طور باشد زود آدمانت را جمع کن. در وادی ماران وا میخوریم. ما هم با آنجا میرویم. زود باشد، به سفر میبرایم. آمادگی جهاد را سر کنید. خوب شده است. مراد تو داماد امکی حمید رو بیار. مایلش. مراد به قهوه خانه هم درو، اگر خواهشمندان باشن آماده کن. مایلش تو بازی. زودتر. آیسته بیاید خوب جو بیاید. شیلدو مادر چی شد؟ وقتی چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. هجوم کردم پسرم. خوب هستی آقا؟ چی هجوم؟ خوبم. تشکیلات قماندان را برد. چی؟ باید زود آماده شده رویم. یوز رو یافتم مواد مخدر رو هم دریافت کنیم. رفتیم. ماند. همینجا ماند. айтен ту ба қароргоҳ рафта бо одамон ба водии морон биё. خوب شده است باتان. بیایید میرویم. تو؟ بله من. باز به دستم افتادی قماندان؟ مرا سرگردان کردی. آن طرفش کاری من است. من قماندان رو وقتی گرفتنی مواد مخدر میکشم، بعد به سربازان خبر میرسانم. وقتی که سربازان از پسی او میشوند، شما مالها را میگیرید. به ناموسا، اگر مرا کشیدم دریا زود کارهای سیاحتان رویام میبراید. اگر خواهید تو حل کن. نه این دفعه تو لذت بر. از پسش بسیار دویدی، خستگیت را برار. برین کوره به درمان باب او رو از من زندگی گرفتیم. جسدش رو به شما نمیگذارم. اکم به این خیلی مرگ سزاوار نیست. سزاوار نیست. کسی نمی آید. خبر درست است. حتما آنها می آید.
انشالله یوز کماندون رو نجات بدیم. آقا زودتر چی میخوایی؟ دهانت را من هیچ پاش کاری نکردم. دهانت را پاش من گناهی ندارم. نباشد این چیست؟ قرارگاه منطقوی است. میخواهم خبری رسانم. سینان با آدمانش می آید. آمدند. کنی مالها را گیرید. Istet bine. بطن شاد کنی گیرید اینها را. شاد رفتیم میرویم. الله اکبر. بینیدا بادام افتادیم به این طرف. ما بادام افتادیم. اکنون چطور میکنیم؟ دختر با اون ملای نابکار ما را بادام افتاند. در اینجا میمورید.
باتن زود با قفا میرویم. مالها چی میشه سینون؟ از آنه که جان ما میرود خوبش مالها رود. کنی پرون رفتم ایتن به قفا میرویم. کنی بیاید میرویم زودتر. رفته آن خرها را داره. کنی رفتم زودتر. اکا جان مرا ببخش. ندانستم، تو را گوش نکردم اکا. مرا ببخش اکا جان. از این خواهین ها انتقام تو را میگیرم. این را به آنها نمیبخشم اکا. اینش کیست؟ او را دارد، زنده میخواهم. آمدیم حضرتم. اینها را برده سوزانید، اما به جای دورتر روید. بویش حرام است. به این جاها نآید. خوب شده است. ایخ خدا از همه‌تان راضی باشد. با کمک شما به بیدینان ضربه سخت زدیم. اصلا با کمک شما شد حضرت. با کمک الله ریشه آنها را از این خاک، از این سرزمین میکنیم انشالله. خدا از شما راضی باشد حضرت سیدا. الو، یعنی گرفتید. مایلش حاضر می آیم و کارخانه کهنه میبرند، همین طور نه؟ مایلش دکتر، با آن ملا، با آن ابله نابکار جانمان را قصد کرده است.
مالهایمان از دست رفتند. خیلی بد شد. به خدا. و قرارگاه چی میگوید؟ به خدا نمیدانم. الو چی؟ یولدوز؟ مایلش حاضر می آیم. ایستا باتن، ایستا. چه شد باتن؟ یولدوز گریخته است. چرا ایستادیم؟ از پسش برمیم. کنی ایتن گروه را آماده کن. برای برایم رفتیم. نیست. گویا به زیر زمین فرو رفته است. تا آمدن سربازان در آنجا بودن جسد را نظارت کن. خب شده سردارم. چطور گریخت؟ چطور؟ خواطر نشو باتن قماندان. جای رفتهش معلوم است. به نزد پدرش می رود. حتما او را می آبیم. بعد به او نشان می دهیم. کنی راه گردید. راه گردید می رویم. حالا هم او را نیافتید؟ قربانت شوم. پسرم را یاب قماندان. ما را ببخش رئیس. به دعوت آمدیم. اما چنانه که میبینی این هجوم است. کنی کبزن. دختره در کجاست؟ دخترم؟ واز دستتون گریخت؟ پسرم چی؟ او پسرم چی کار کرده؟ پسرم در کجاست؟ باتن معلوم می شود که حالا ناآمده است. ایستا سینان. ایست. پسرم چی حال دارد؟ با او چی کار کرده؟ قربانت شوم سینان. گپ زن آخیر. گپ زن. کنی یک طرف ایست. با او چی کار کردی؟ از کجا دانم؟ چنانه که میبینی از هوش رفت. ای خدا. یولدوز حالا در آنجاست. کنی زودتر. دستگیر کنه. زودتر. دستگیر کنه. زودتر. او را دارید. دارید. مالها را به تو تسلیم کردم. سربازان نظارت را سخت کردند. از منطقه برآوردن نمیتوانیم. حالا مالها را فرستادن نمیتوانم. اینها با عبدالله امانت. در یگان جای خوب پنهان کند. خوب شده است. پدر عروسی دختر را به ده بردید؟ بله سردارم. رفتیم. من همین طور شد. کیست در اونجا؟ او کیست؟ کی باشد؟ آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. آقای حمید. شما را به خونه برید. من دکتر را میارم. بیا. دقت کن. بیا. دقت کن. پسرم اون آدم در همه جا تو رو میکند. قربانت شوم. در اینجا نیست. هیچ نباشد برای تو یک جای افته تو رو به آنجا کچونه. وگرنه چتینی ظالم تو را به حالت نمیگذارد. خواطر نشوید مادر. او به من هیچ کار کرده نمیتواند. اگر مرا داشته میتوانست کای ها مرا دستگیر میکرد. آقای دکتر اما که امید را آوردند. او را عذاب دادند. چی میگویی؟ او در کجاست؟ در خونه‌اش. این احوال رو بینن. اما که امید با شما چی شد؟ این رو کی کرد؟ آدمی دولت پسرم چتین کرد.
чуноне ки фармудед явуз қумандонро ҳамчун хоини давлат қайд кардам. амалиётҳо барои ба қувват кардани абдулло давом доранд. خب دختر را هم ترسانیدن گیر به راحت حرکت کردن نتواند. اگر حرکتهایش را محدود کنیم زیادتر به عبدالله محتاج می شود. خواطر نشوید سردارم. باز به قدر امکان کوشش کن تا عملیاتهایت را دختر ببیند و به عبدالله باور کرده دل بندد. آنها با دستان چرکینشون میخواهند نام دولت را بدسازند، اما یک روز بچه‌های کنده‌شان میافتند. تو چی ها میگویی پسرم؟ سیدو گفته بود که آنها همین طور هستند. تمام گفته های راست برآمد. راست گفته است پسرم، راست گفته است. چی شد؟ چی گپ شد؟ سیلاداران هجوم کردند. طاهیر یاریده برام بکشن. رفتیم با اون طرف. اینها از کجا بر آمدند؟ دکتر را برد و در اون در آمدن مشکل است. چیکار میکنی؟ باتن به قفا میرمیم. یکون راه دیگرش رو میابیم. باتن یک نفر رو به ده فرست. ایده تو را میلش باتن حاضر میروم. گیر دخترم. سلیمه این دارو رو نوش. آرام شو. بعد واقعه رو با ما نقل میکنی. گیر سلیمه. او را کشتن. در پیش چشمانم اکم را کشتن. دست و پایم بسته است. تنها تماشا کردم. چطنی برم اکم را کشت. باتن هم در همانجا بود. اکم را کشتن. شد دخترم، آرام شو. نفسی چکار گیر. آن ظالم ها به همه عذاب دادند. کی چکارو میکند معلوم نیست. البته یک روز حسابی همه‌اش رو میسپرند. کاری کرده نتوانستم. هیچ کار از دستم نآمد. دخترم خدا رحمتش کند. اکنون او شهید شد. روح اکد حضورش را یافت. گریه نکن دخترم. او شهید شد. اما به وجدان ها چنان کاری کردن که حکم را خواهی نشان دادن. گویا او
باشد او را به ناموس وطن فروش اعلام کردند. از همشان انتقام یکم رو میگیرم. یگان نفری آنها رو زنده نمیگذارم. سلیما به خود بیا. چه خیلی انتقام؟ مگر چیزهای پسی سر کردت بسنده نبودن؟ باید رفته تسلیم شوی. اگر اکد زنده می بود او هم همین رو میخواست. پسرم راست میگوید دخترم. آخر تو تنها با آن ظالمون مقابل برآمده نمیتوانی. با کی تسلیم شوم؟ خودش رو کارمندی دولتی نشان داده با تشکیلات همکاری میکند. اکنون با کی باور کرده میشود؟ من فکر میکردم که با دوایی با شرف خدمت میکنم، اما همش بازی بوده است. قسم خوردم خونی اکم رو در زمین نمیگذارم. خاله زیلال، از آن ظالم ها انتقامی اکم رو میگیرم. تغییر میکنم. تو رو ندارم. باز چی شد؟ کسی از جاش نجوبه. نوبتی آزادی. اینجا پینون شوید. کنی گذر. برای تشکیلات آزو خلاصی. ما دو بار در زندگی ما رو بزور میگذرانیم. با شما چی دهیم؟ با خودمون نمیرسد آخه. نماز رو گیر. در خونه هر چیزی داشته باشه جمع کرده بیار. از ما چی میخوایی؟ قربان شوم نکن. کودک رو میترسانید. آروم شوید. در دست ما چیزی نداریم که به شما دهیم. اگر یک جگه دادونه دکوراتون رو نکشم. بیدو تو کارو بیاری. از برای خودم نفرانیم. هرچی میخوایی بدید. تنها به هیچ کس ندرسونه. بسرم. شما باشید. افراد بچون بید. دکتر. همش خوب بشم. نیست آخه. یکون چیز نداریم. کودک را پروندی؟ بله سردارم از پایش. خب حاضر دکتر را جغ میزنند. که دکتر بیاید تا حسابمان را برابر کنیم. در آنجا کشتنی اکم رو با چشمانم دیدم. از دستم کاری نآمد. خدا جزای آنها را میدهد. تو رو از همه خوبتر من میفهمم سلیمه. در درون تشکیلات من هم چیزهای زیادی رو پسی سر کردم. چیزهای زیادی رو دیدم. دکتر چی گفت شد؟ زود بیاید. دادرم را سلاح دارم پراندن. در کجا؟ تو از کدام دهایی؟ ما در سرحدیم آقای دکتر. سلیما من زود برمیگردم. از نزد مادرم دور نرم. تو نترس. در ده با تو کاری کرده نمیتوانم. کنی بیا. رفتیم. یعنی برای یک نفری از تشکیلات بوده تیر پرانی کردند؟ بله حضرتم. باز شیطان هم مالها را نگرفت. یک مدت در دستمون میستد. هیچ گپ نه. خوب پنهان کردی؟ خواطر نشوید. مثل هر وقت در جای باوری ناک است. مایلش. آن دختر در کجا است؟ حالا هم در نزد دکتر است؟ بله حضرتم.
زود رفته آن بی ایمان را به اینجا بیارید. او را میکشیم. خوب شده است. فرباد قربانت شوم. گریه نکن. زودتر پسرم، زودتر. پدر با من گوش نکردید. از اینجا رویم گفتم به شما. حاضر وقتی این گپ ها نیست. اول فرهاد رو بریم. بله رفتیم. شما را خدا فرستاد قماندان. یاری دهید پسرم را پروندند. به خدا سیلاداران به خونه‌مان زده در اومدند. این آذوقه ها از آن شما است؟ بله از ما است. خدا از شما راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. فرهاد خوین های بیناموس با تشکیلات کمک کرده شرم نمیداره. نه قماندان. کی گفت؟ با خدا چل کمک. با خدا ما هیچ کار نکردیم. این چیست ابله؟ این چیست؟ آنها به زوری آمده گرفتن قماندان. با خدا ما هیچ گناه نداریم. گناه نداریم. گناه نداریم. کار نکردیم. جیانمون را آمده پروندن. این کار از خدا است آخر. ما هیچ گناهی نکردیم. آخر پسرم را پروندند. بزوری آذوقه را گرفتند. با خدا ما گناهی نداریم. اما دروغگیر حریف دروغگوی. مگر با تشکیلات همکاری داشته نداره نمیدانیم. با خدا نداریم. او چه گناه نداره. پسرم جزایی به تشکیلات کمک کردنتان رو میگیرید. به خدا که ما گناهی نداریم قماندان. لباستان را کشید. شما چه ها میگویید قماندان؟ قماندان این طور نکن. ما را در نزد زن و فرزندانمان شرمنده نکنید قماندان. اما دروغگیر بازی التجا میکنم قماندان نکنید. این کارو نکنید. وای پسرکم. از خدا ترسید. نگاه کنه. خوب نگاه کرده عبرت گیره. نتیجه به تشکیلات کمک کردن رو بینید. دکتر باز خورده. او را داره. یک طرف استید. سرده با شما میگویم. سرده دستم را. سرده. اگر دکتر نیستی تو فراری هستی و ما تو را دستگیر کردیم با او فایده نمیرسد. سرده کودکانی زیاد را از دست داده است. جانش در خطر است. او را بندید. وقتی رفتن با خود میبریم. ایستید.
بخیر است؟ مرحمت؟ دکتر تشکیلات در کجاست؟ با دکتر چی کار دارید؟ چی؟ با تو حساباتی افکن یک طرفی است. استید چی کار میکنید؟ نداره یک طرفی است. دکتر تشکیلات تویی؟ منم. خب برو برید. استید نکنه. سردیه درو. سردیه نبره داخل او را. نبره درو. با کجا میبره درو؟ از این دختر چی میخواهند؟ نمیدونم مادر جون. برفی زود رفته با حکت خبر ده. مایلش زود. از من چی میخواهید؟ سردیهید مرا. مرا با کجا میبرید؟ التجا میکنم مانند کودک رو با دکتر خانه بریم. خواهش میکنم. رحم کنید آخر نکنید. رحم کن التماس. آخر کودک میمارد. قماندان التجا میکنم. التجا. خواهش میکنم نزنید. این کار رو نکنید. خواهش میکنم. آخر رو بینن. این کار رو نکنید. خواهش میکنم. زیر کنید. با دستتون پایش رو زیر کنید. خواهش میکنم کماندان با ما رحم کن. نزنید. خواهش میکنم. همه تو خواهینه. پراکنده شوید. ابله‌ها همکاران تشکیلات کمی گم شوید گفتم. پراکنده شوید. گم شوید از اینجا. خائن‌ها ابله‌ها. پراکنده شوید ابله‌ها همکاران تشکیلات. زودتر بیایید. از خون روی زیاد کودک رو کشتن. چی شد برفین؟ آدمانی سعیده آمدن. سلیمه رو به زوری بردن. چی؟ برای چی؟ او رو میکشند اکا. باید زودتر روید. خبرها رو شنیدی؟ بله اومس. باید زودتر رویم وگرنه او رو میکشند. رفتیم. سردیهید. از من چی میخواهید؟ دکتر تشکیلات همین است. از من چی میخواهید؟ خاموش. داد نزن. من با شما چی کار کردم؟ گناهم چیست؟ گناهت از تشکیلات بودن است. تو خدا، دین و کتاب نداری. بدینی. قتلت واجب است. سرده گفتم. آفرین. با اینها آفرین. کنی زودتر. با اینها مشق کن. زودتر. بیاموز. خوب شده از کماندو. چه شده ای تنیلدوز در کجاست؟ آدمانی آن مولا آمده او را بردند. به فکرم میکشند. چرا او را رها کردی؟ باتن. ایستا باتن. به خود بیا. ولی با مشک دیگر بگذاریم. 1 2 3. زود او را نجات دهید. هجوم میکنیم. شاید او را کشتند. البته هجوم میکنیم.
اما حالا نه. حالا یک فکر کنیم. برای مالهایمون از او انتقام میگیریم. زیغ نشو باطن. کنی سلیم آنها را کار فرما. کنی تو هم آنها مشق یاده بیاموز. سرش را از تنش جدا کنید. نکنید. التجا میکنم نکنید. مرا سر دهید. نکنید. نه. نکنید. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا ترکی پسم خدا از آچه شد و مشدا دوری من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گریفتارم چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده با خوشت بگوشی تو میمیرم خاک آمده ما بر خاک میروه ما пайрохаи такдир. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.